بسیار ارجمندی ما. سلام علیکم، خوش آمدید به خانه ما. نام من وین کاسری از کانادا، لیکن در تاجیکستان آدمان میگوید عبدالوحید یا واحد. این زن من کریما از نام انگلیسی دارد کاترین. سلام. ما 19 سال پیش به تاجیکستان کوچیدیم. اولین وقت 2005 بود. ما آمدیم، تماشا کردیم، شناس شدیم با تاجیکستان، دوست می داشتیم. بعد 2006 همینجا کوچیدیم. اولین وقت ما به تاجیکستان آمدیم برای روبار کردن یک شرکت بود. و در همان وقت با یک تاجیک شناس شدیم، دوست شدیم. بعد همین کس خواهش داشت یک شرکتی خدمت رسانی تازگی سر کنند. من به همین کس مصلحت دادم وقتی که به همین شرکت پیشد. من تجربه داشتم وقتی که من دانشجو بودم. من در یک شرکت تازگی در کانادا کار میکردم. من همین تجربه داشتم. بعد در همان وقت ما یک جای کار کردیم، سر کردم همین شرکت. بعد وی به من دعوت کرد، گفت که بیا یک جای همین شرکت بسازیم، بلند کنیم تا که همین خدمت رسانی بهترین به تاجیکستان بیاریم در همین سایه تازگی. به خانه ما خوش آمدید. به کانال ما ابونه شوید و ویدیوهای زود انتظار شوید.